بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصرتون بخیر. امیدوارم خوب و سلامت باشید و آمادگی برگزاری جلسه دیگه ای از درس فرآیندهای الکتروفیزیکی رو انشاءالله با انرژی زیاد داشته باشید. خب در واقع داریم با هفته های آخر ترم نزدیک میشیم. هفته آینده فکر میکنم هفته آخر کلاس ها باشه. حتما یادآوری بکنید جلسه آینده که در مورد امتحانتون توضیح بگم خدمتتون. هرچند حالا فکر کنم درس ارزش‌شناسی رو با من داشتید، کم و بیش آشنا هستید. تا این درس مقدار متفاوته. توضیحاتی و هفته آینده خواهم گفت، حتما یادآوری کنید. اگر سوالی هست راجع به دروس جلسات قبل بفرمایید. چند لحظه بگذره بقیه دوستانم به کلاس ملحق بشن و انشالله درس رو با پیگیری مبحث ماشینکاری شیمیایی ادامه بدم. صدا من رو که واضح دارید؟ بسیار عالی. خب من یه یادآوری از مبحث ماشینکاری شیمیایی بگم خدمتتون تا بقیه درس رو با هم دیگه پیگیری کنیم. همونجور که جلسه گذشته آشنا شدید، ماشینکاری شیمیایی استفاده از خوردگی شیمیایی کنترل شده به منظور نقش‌اندازی روی قطعات هست. فرایند به نسبت سایر فرایندها ساده تره. در واقع یه قطعی داریم که باید یه نقشی روش انداخته بشه. جایی که قرار نقش اندازی نشه با ماسک یا یه ماده‌ای که نسبت به اون ماده خورنده مقاومه پوشش میدیم. جاهایی که پوشش نداره در معرض ماده شیمیایی قرار میگیره و خوردگی اتفاق میفته. این در واقع خلاصه فرایند ماشینکاری شیمیایی هست. به صورت کلی دو تیپ قطعات رو با این روش تولید میکنن. یکی فرسکاری شیمیایی هست که همونجور که گفتم مثل پاکت تراشی تو فرسکاری با ماشینای CNC. در واقع شما یه حفره بسته رو در واقع راه به در نباشه ماشین کاری میکنید، بهش میگن فرسکاری شیمیایی. اگر اون نقشی که میخواید بندازید، حالا هر نقشی هست، در واقع راه به در باشه، از یه طرف در واقع پلیتتون یا اون ورقتون حالا در واقع نقش اندازی شروع میشه، خوردگی اتفاق میفته، از اون طرف خارج میشه، در واقع یه سوراخ یا یه شکل راه به در ایجاد میشه بلنکاری شیمیایی. این دو تیپ کار رو معمولا با ماشینکاری شیمیایی انجام میدن. خیلی مناسبه برای قطعاتی که از ورقای نازک ساخته شدن، خصوص ورقایی که مثل سوپر آلیاژا، مثل استنلس استیلا، ماشینکاریشون سخته، ضخامتشون هم کم باشه، با فرآیندهای دیگه خیلی سخت میشه کار انجام داد روشون. از این فرایند استفاده میکنن. ادامه درس رو در واقع حالا بعد بریم روی فایل. فکر می‌کنم تا اینجا در واقع گفتم خدمتتون که مراحل اجرای فرایند
با تمیزکاری شروع میشه، بعد پوشش دهی میکنن، در واقع ماسک گذاری میکنن، بعد اون نقش مورد نظر رو روی ماسک ایجاد میکنن، در واقع اون قسمت های ماسکش رو بر میدارن، هر نقشی که میخوان ماسکش رو بر میدارن، بعد داخل محفظه قرار میدن، عملیات خوردگی اتفاق میفته. بعد از اینکه کار به اتمام رسید، قطعه رو از اون محلول خورنده خارج میکنن، تمیزکاری انجام میدن، ماسک برداشته میشه و اگر نیازی باشه عملیات دیگه‌ای روش انجام بشه، در واقع ما عملیات رو انجام میدن و قطعه رو نهایی میکنن. رسیدیم تا بحث ماشینکاری شیمیایی. در واقع حالا یکی یکی مراحلی که الان خدمتتون گفتم رو توضیح میده با شکل، با تصویر، تا از در واقع تمیزکاری شروع بشه و عملیات نهایی ختم شه. هر مرحله که توضیح داده میشه جزئیات مربوطه هم داخلش هست، نوع پوشش ها هست، نحوه نقش اندازی هست، محلولایی که برای خوردگی استفاده میشه، نحوه برداشت ماسک و عملیات نهایی که در ادامه توضیحات رو با هم دیگه پی میگیریم. یه بررسی داشته باشیم روی قسمت‌های مختلف یا مراحل مختلف اجرای عملیات ماشینکاری شیمیایی. خب همونجور که گفتم خدمتتون، کل عملیات شامل تمیزکاری، پوشش دادن، نقش‌اندازی، عمل خوردگی، برداشت ماسک و عملیات نهایی خواهد بود. تو مرحله اول اجرای عملیات تمیزکاریه که قطعه مورد نظر که باید ماشینکاری بشه به اندازه مورد نیاز بریده میشه، کیفیت سطحش مناسب میشه، یعنی کارهایی که لازم انجام میشه تا سطح مناسبی داشته باشه برای اجرای عملیات شیمیایی. تمیزکاری شیمیایی برای به دست آوردن چسبندگی مناسب پوشش مقاوم به مواد شیمیایی به سطح قطعه کار لازمه. اگر قسمتی از قطعه قبل از پوشش دادن با ماسک تمیز نباشد، خاصیت چسبندگی ماسک کم شده و با اندک نیروی از جای خود کنده خواهد شد. همچنین اگر ماسک خیلی محکم روی قطعه کار بچسبد، مطلوب نخواهد بود. در این حالت جدا کردن ماسک از روی قطعه مشکل و توأم با دردسر خواهد شد. در حالتی که ماسک با چسبندگی کمتر روی قطعه کار قرار بگیرد، خط نازکی که حاصل نفوذ محلول خورنده به زیر پوششه بین سطوح خورده شده و خورده نشده به وجود میاد. در واقع جایی که ماده خورنده نباید نفوذ کنه نفوذ میکنه و خوردگی در واقع خوردگی ناخواسته اتفاق میفته و سطح قطعه کار باید کاملا تمیز بشه، طوری که پوشش به صورت مناسب روی قطعه قرار بگیره، نه پوشش فاصله داشته باشه با سطح قطعه کار، نه خیلی محکم روی قطعه بچسبه که جدا کردنش مشکل باشه. اگه آلودگی قطعه کار ناشی از روغن یا چربی باشه، به وسیله بخار ضد چربی یا محلولات تمیز کننده به صورت مطلوبی تمیز میشه. با استفاده از مواد مختلف چربی زدایی صورت میگیره. سطوحی هم که آغشته به محلولات شیمیایی هستن، ناشی از عملیات قبلی یا عملیات حرارتی که روشون انجام شده، آغشته شدن به یه سری محلولات شیمیایی.
باید با محلول‌های شیمیایی گرم‌آزاد تمیز بشن و کلاً اثرات قبلی از بین بره. سطح قطع کار کاملا تمیز، عاری از هر گونه آلودگی شامل چربی‌ها و محلول‌های شیمیایی، گرد و غبار و غیره باشه. نوع تمیزکاری که چربی زدایی با بخار یا خورندگی قلیاییه و روش‌های دیگه بستگی داره به نوع پوشش مقاوم که باید روی قطع کار قرار بگیره، بستگی داره به جنس قطع کار و بستگی داره به عمقی که قرار ماشینکاری یا براده برداری انجام بشه. در صورت اگر قطع کار متخلخل باشه تمیزکاریش مقدار با مشکل مواجه خواهد شد و تمیزکاری قطعات متخلخل اغلب دشوار و سخت خواهد بود. بعد از مرحله تمیزکاری مرحله پوشش دادن خواهد بود. همونجور که تو شکل ملاحظه میکنید بالا و پایین قطع کار که قطع کار با رنگ طوسی نشون داده شده 2 تا لایه پوشش قرار گرفته. سطح قطع کار تمیزکاری شده و پوشش ها باید روی سطح کار قرار داده بشه. نوع پوششی که تو این شکل قرار روی قطعه پوشش داده بشه یه پوشش مقاوم به حرارت که تو اسلاید های بعدی در مورد این موضوع توضیح خواهم. پوشش های آماده شده روی سطوح تمیز قطع کار چسبونده میشه تا عملیات پوشش دهی کامل بشه. پوشش های مقاوم پوشش ها موادی هستند که از اونها به منظور محافظت سطوح در برابر مواد خورنده در ماشینکاری شیمیایی استفاده میشه. انواع پوشش 1 نوع بریدنی و جدا کردنیه، 2 نوع چاپ شابلونیه و 3 پوشش های حساس به نوره که تو شکل‌های قبلی مشاهده کردید که روی سطح قطع کار قرار میگیرن. نوع اول پوشش های نوع بریدنی و جدا کردنی موادی با پایه نئوپرن، بوتیل یا وینیل هستند. با فرو بردن قطعه در مخزن پوشش دار کردن توسط اسپری و یا جریانی از ماده محافظ پدید می آیند. ضخامتشون معمولا در محدوده 25,000 الی 13 میلیمتر است. این پوشش ابتدا کل سطح قطعه رو پوشانده، سپس از روی محدودهای مورد نظر برای قرار گرفتن در معرض ماده خورنده بریده و جدا می شود. علامت گذاری و جدا کردن پوشش به سهولت توسط دست با استفاده از یک الگوی راهنما انجام می شود. به دلیل ضخامت زیاد پوشش مقاوم می توان حکاکی‌هایی تا عمق 13 میلیمتر البته با دقت نه چندان زیاد رو اجرا کرد. معمولاً تولرانس ها مثبت منفی 13 میلیمتر تا مثبت منفی 75 میلیمتره که این دقت به اندازه و نوع قطعه تولیدی بستگی خواهد داشت. عمق برداشت ماده توسط مدت زمان حکاکی کنترل میشه. کاربردهای معمول این تکنیک عبارتند از قطعات با اندازه بزرگ در صنایع شیمیایی، صنایع هواپیمایی و صنایع موشکی. پس برای ماشینکاری قطعات بزرگ
تو فرایند ماشینکاری شیمیایی معمولا از تکنیک بریدنی و جدا کردنی استفاده میشه، یا برای تولید گروهی محصولات با عمق حکاکی زیاد. موقعی که عمق حکاکی بیشتر از 1.5 میلیمتر باشه، این روش پوشش دهی روش مناسبیه. پس نوع پوشش مشخصه، یا داخل تانک ریخته شده، قطعه رو فرو میکنن، اطراف قطعه کار رو پوشش پر میکنه، یا توسط اسپری پوشش رو روی سطح میپاشن، یا با استفاده از جریان در واقع پوشش روی سطوح پوشش دهی انجام میگیره. و بعد از اینکه پوشش خودش رو گرفت، محلهایی که قرار ماشین کاری بشه قطعه کار، پوششش رو با استفاده از یه مدل با دست معمولا میبرن، جدا میکنن. به همین دلیل به این نوع پوشش میگن پوشش های بریدنی و جدا کردنی. نوع دوم از روش پوشش دهی چاپ شابلونیه. این تکنیک برای حجم تولید زیاد با دقت کم، عمق حکاکی نسبتاً کم، کمتر از 1.5 میلیمتر. تو روش بریدنی و جدا کردنی بیشتر از 1.5 میلیمتر بود، اینجا عمق حکاکی باید کمتر از 1.5 میلیمتر باشه. و برای قطعاتی که اندازه‌شون معمولاً از 1.2 در 1.2 متر بزرگتر نباشه. بس برای قطع کارهای خیلی بزرگ با سطح زیاد معمولا از این روش استفاده نمیشه. چاپ شابلونی محدود میشه به قطعاتی که طول و عرضشون 1.2 متر بیشتر نباشه. در این روش یه شابلون که معمولا جنس شابلون از فولاد ضد زنگه استفاده میشه. شابلون مناطقی که قرار است به طور گزینشی حکاکی شوند رو پوشش نمیده. شابلون روی سطح کار قرار میگیره، مواد پوشش روی شابلون کشیده میشه، نقاطی که باید پوشش داده بشه روی قطعه روی شابلون در واقع در آوردن از قبل، مواد از اونجا عبور میکنن روی سطح قطعه کار میشنن. جایی که روی شابلون قبلا پیش بینی نشده و مواد شابلون موندن، اونجا پوشش روی سطح قطعه کار قرار نمیگیره. شابلون روی سطح قطعه قرار میدن، روی اونو با ماده مقاوم پوشش میدن. سپس شابلون رو بر میدارن، قطعه رو با حرارت دادن خشک میکنن، در واقع پوشش رو خشک میکنن. حرارت میدن، پوشش خشک میشه. سطح پوشش داده نشده سطحیه که قراره حکاکی بشه. نوع دیگه پوشش های مقاوم از نوع حساس به نورند. این تکنیک بسیار رایج بوده و ماشینکاری فوتوشیمیایی یا PCM نامیده می شود. از این روش جهت تولید اشکال پیچیده و در این حال دقیق استفاده میشه. اگر بخوایم قطع کارهای پیچیده با شکل‌های که ریزه‌کاری زیاد دارن و با دقت بالا تولید بکنیم، روش فوتوشیمیایی روش مناسبیه. در این روش عملیات شامل موارد زیره که باید به ترتیب اجرا بشه. 1. آماده ساختن تصویر یا نقشه بزرگ قطع کاره، اون شکلی که میخوایم ایجاد بکنیم، حالا یه کار هنری یا هر کاری که هست، یه قطعه صنعتی، با در نظر گرفتن تاثیرات زیربرش. باید زیربرش ها هم در نظر بگیریم. اون آندرکات که توی قطعه به وجود میاد باید در نظر گرفته بشه. 2. عکس برداری از این کار هنری، تهیه یک اسلاید اصلی عکاسی با ابعاد کوچک و خیلی دقیق. یه روش جایگزین استفاده از لیزر برای تولید الگو است که اطلاعات طراحی را از یک سیستم
طراحی به کمک کامپیوتر یا کد دریافت میکنه. این اطلاعات رو به همراه مشخصات بر روی فیلم اولیه عکاسی ایجاد میکند. 3. قطعه‌ای که باید به طور شیمیایی ماشینکاری شود کاملا تمیز می شود تا گرد و غبار و اکسیدها و چربی‌ها زدوده شود. مرحله بعد، مرحله 4، اعمال یک پوشش نازک از ماده حساس به نور، ماده مقاوم در برابر اسید که با تابش نور فعال میشه، به روی قطعه قرار داده میشه و خشک کردنش توسط عمل پخت صورت میگیره. مرحله بعد یا مرحله 5، قرار دادن طرح اصلی عکس و قطعه کار در تماس نزدیک با یکدیگر و عبور دادن نور قوی ماورای بنفش از میان عکس به طوری که به قطعه کار برخورد کند. پس از ظهور پوشش مقاوم از تمام نقاطی که قرار است حکاکی شوند برداشته می شود. مرحله 6، قطعات به صورت شیمیایی حکاکی میشن. باقی مانده پوشش حساس به نور کنده میشه و سطح مورد بازرسی قرار میگیره. در این روش دقت‌هایی در حدود 25,000 میلیمتر و قابلیت تکرار تا 5-10,000 میلیمتر امکان پذیره. قطعه کارهای بسیار ظریف با شکل‌های پیچیده قابل ماشینکاری هستند. انتخاب پوشش مقاوم به عوامل بسیاری بستگی داره، به این معنی که پوشش باید در برابر ماده خورنده مقاوم بوده، پس از اتمام ماشینکاری به آسانی قابل برداشت باشد، تأثیر شیمیایی بر قطعه کار نداشته باشد و در دمای بالای حمام ماده خورنده نیز پایدار بماند. انتخاب جنس ماده پوشش دهنده یا ماسک به 2 عامل بستگی داره: جنس قطعه کار و نوع ماده خورنده شیمیایی، که انتخاب نوع ماده خورنده شیمیایی نیز به جنس قطعه کار بستگی داره. جدولی که ارائه شده جنس قطعه کار، محلول خورنده‌ای که استفاده میشه و ماده پوشش یا ماده محافظ آورده شده. به عنوان مثال برای آلیاژهای آلومینیوم محلول خورنده FeCl3 استفاده میشه و استایرن بوتادین به عنوان ماده محافظ استفاده میشه و الی آخر. به عنوان مثال برای فولادهای کربنی، فولادهای زنگ نزن که ردیف یکی مونده به آخر و آخر جدول هستن، باز کلورید آهن یا FeCl3 استفاده میشه، منتها پوشش ها متفاوتن. برای فولادهای کربنی از آکریلو نیتریل استفاده میشه، برای فولادهای زنگ نزن از لاستیک بوتیل به عنوان ماده محافظ استفاده خواهد شد. برای آلیاژهای مس هم باز نگاه کنید، محلول خورنده FeCl3 منتها پوششش مثل پوششی که برای آلیاژهای آلومینیومه، یعنی استایرن بوتادین. برای اینکه قسمت‌های از قطعه کار در تماس با محلول خورنده خورده نشود، از پوشش‌های الاستومریک یا هوای کم فشار و داغ برای پوشش دادن استفاده میشه. به طور کلی از اسپری، رنگ کردن و پوشش دادن جریانی به کمک غلتک کمتر استفاده میکنن. خصوصیات ماسک باید غیر قابل نفوذ باشه،
در برابر محلول شیمیایی مقاوم باشه، قبل و بعد از ماشینکاری با آسانی برداشته بشه و چسبندگی خودش رو در حین انجام کار از دست نده. عواملی که تأثیر میذاره در انتخاب ماسک: مقاومت شیمیایی ماسک، تعداد قطعاتی که باید ماشینکاری بشه، جزئیات و دقت قطع کاره که دیدید روش‌های ماسک گذاری تأثیر میذاره رو جزئیات و دقت قطع کار. بنابراین ماسک هم تأثیرگذار خواهد بود رو جزئیات و دقت قطع کار. اندازه و شکل قطعات، سایز قطعات، پیچیدگیشون باید در نظر گرفته بشه برای انتخاب ماسک. مشکلات عملکردی از نظر اجرا چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد، اونا باید مد نظر قرار بگیره. جنبه‌های اقتصادی حتما باید مد نظر باشه. و نکته آخر سهولت زدایش ماسک. بعد اینکه کار به اتمام رسید باید ماسک از روی قطع کار برداریم. برداشتن ماسک از روی قطع کار باید توأم با سختی و مشکل نباشه و بشه به راحتی اون از روی سطح قطع کار بعد از اتمام عملیات ماشینکاری جدا کرد. نوع ماسک و دمای اون برای حکاکی فلزات مختلف متفاوت. مرحله بعدی از اجرای عملیات ماشینکاری شیمیایی بحث نقش‌اندازیه. تو این مرحله یه فیلم که از قبل آماده شده و جزئیات قطعه روش نقش بسته باید روی پوشش قرار بگیره و جزئیات رو منتقل بکنه به پوشش. خب ابزار در واقع نوری که آماده شده بود روی سطوح قطع کار جایی که پوشش ها قبلا کشیده شده قرار میگیره. توی شکل مشاهده میکنید دو تا صفحه نوری از بالا و پایین روی سطوح قطع کار قرار گرفت. صفحات مقاوم نور در معرض نور ماورای بنفش قرار میگیره. نور ماورای بنفش به اون تابیده میشه. بر حسب اینکه نوع فیلم مقاوم به نور مثبت یا منفی باشه بخش‌هایی از اون که در معرض نور قرار گرفته سفت و سخت میشه، قسمت‌های دیگه به صورت معمولی قرار میگیره یا باقی میمونه. نور ماورای بنفش همچنان تابیده میشه تا پوشش خودشو بگیره. در واقع تو قسمت‌هایی که نور بهش میرسه سفت و سخت بشه. بعد دو تا فیلمو از روی سطوح قطع کار برمیدارن. منتها نگاه کنید روی پوشش جایی که روی فیلم ها سیاه بوده اثراتش روی پوشش ها باقی مونده. فیلم ها برداشته میشه. بعد از برداشت فیلم ها پوشش به همراه قطع کار درون محلول شیمیایی قرار میگیره. قسمت های از پوشش که نور بهشون نخورده وقتی در معرض محلول شیمیایی قرار میگیره دچار خوردگی میشه. خوردگیشو مشاهده میکنید. اون بخشایی از پوشش که از بین کار ادامه پیدا میکنه تا کاملا
پوشش تو قسمت هایی که نباید رو سطح کار قرار بگیره از بین بره و برداشته بشه.
نظر دانشجویان عزیز، یه لحظه قطع شد. الان صدای من رو دارید؟ بسیار عالی. عمق اجشوندگی یا عمق نفوذ پرداخت سطحی مورد نیازه، چه پرداخت سطحی در انتها توقع داریم که قطعه بهش برسه. میزان تأثیر بر خصوصیات متالورژیکی قطع کاره، شامل آسیب‌های احتمالی وارد به قطع کار توسط ماده خورنده. سرعت ماده زدایی از روی قطع کار توسط عمل شیمیایی، و در واقع میشه بگیم که نرخ برداشت ماده تاثیرگذاره تو انتخاب ماده اچ کننده یا محلول خورنده. بعد نوع ماسک یا نوع پوشش مقاوم که قرار گرفته رو قطع کار، جنبه‌های اقتصادی برداشت ماده است، از جمله قابل دسترس بودن و بحث هزینه ها. محلول خورنده فلز رو با تغییرش به یک نمک فلزی حل میکنه. برخی از محلول ها عبارتند از FeCl3, NaOH, HNO3 و HF. نسبت حکاکی که عمق حفره به تاقچه است داده شده و نرخ حکاکی بر حسب اینچ بر دقیقه. FeCl3 برای آلومینیوم، مس، نیکل و آلیاژ های اونا استفاده میشه. NaOH که هیدروکسید سدیومه برای مواد مشابه قابل کاربرد. HNO3 برای فولاد ابزار و HF برای تیتانیوم مناسبه. پس بر حسب جنس قطعه‌ای که قرار ماشین کاری بشه و پارامترهای دیگه‌ای که بالا لیست شده، محلول اچ کننده یا محلول خورنده تعیین و ازش استفاده میشه. سدیومه برای مواد مشابه قابل کاربرد. HNO3 برای فولاد ابزار و HF برای تیتانیوم مناسبه. پس بر حسب جنس قطعه‌ای که قرار ماشین کاری بشه و پارامترهای دیگه‌ای که بالا لیست شده، محلول اچ کننده یا محلول خورنده تعیین و ازش استفاده میشه. سایر مواد خورنده مورد استفاده اسید کرومیک و پرسولفات آمونیومه. چند ماده شیمیایی خورنده همونایی که تو صفحه قبل دیدید به همراه دمای کاری و غلظت مناسبشون تو جدول نمایش داده شده. توجه داشته باشید که دماهای کاری متفاوته. از دمای 41 درجه داریم تا دمای 102 درجه. بنابراین نیاز هست که مجموعه تجهیزات مربوط به ماشینکاری شیمیایی مجهز به یه سیستم گرم کننده یا سرد کننده محلول شیمیایی باشه تا درجه حرارت رو در حد مورد نیاز بتونه بالا ببره و حین انجام فرایند اونو ثابت نگه داره. غلظت ها هم نوشته شده 42 درصد، 10 تا 20 درصد، 10 تا 15 درصد و 5 تا 15 درصد غلظت مواد شیمیایی محلول در آب خواهد بود. جدول دیگه که خدمتتون هست توان گرمایی مورد نیاز تو عملیات ماشینکاری شیمیایی برای محلول‌های متفاوت نشون میده. باز محلول‌های خورنده همونایی هستن که قبلا دیدید.
دما و توان گرمایش کالری بر گالون درجه سانتیگراد میزان گرمایی که نیاز هست تا عملیات شکل بگیره. ادامه عمل خوردگی باعث میشه که به تدریج در سطح کار گاز تولید بشه و باعث متلاطم شدن محلول میشه. با توجه به اینکه قطع کار در محل خودش ثابته، برای جلوگیری از حبس شدن گاز بر روی سطح قطع کار باید مایع خورنده روی اون جریان داشته باشه، یا اینکه اگر امکانش باشه قطع کار در داخل وان تکون داده بشه تا گاز بتونه از سطح مایع خارج بشه. پس جریان مایع باعث می شود که گازهای تولید شده در سطوحی که به صورت نازک یا سطوحی که در زیر یک سطح دیگر قرار دارد خارج شود. کیفیت این فرایند ماشینکاری شیمیایی می تواند به وسیله کنترل دقیق مایع خورنده و تغییر دادن موقعیت قطع کار بهبود پیدا کند. بهترین حالت کنترل برای ایجاد کیفیت در قطعه هنگامیه که قطع کار تغییر مکان میده. قدرت محلول خورنده که توسط محصولات واکنش آلوده شده است را میتوان با فیلتر کردن مناسب، افزودن مواد شیمیایی جدید و همچنین تعویض متناوب درصد معینی از محلول به کار رفته با محلول جدید حفظ کرد که قبلا مشاهده کردید کنار تجهیزات یه مخزن ذخیره داشتیم برای اینکه مواد شیمیایی جدید رو اضافه بکنیم یا تعویض بکنیم. اینه که فرآیند داره انجام میشه. این عمل توسط اپراتور انجام میشه به شرط اینکه اون درصد ثابت باقی بمونه. به عنوان مثال از چرخش قطعات برای تولید قطعات استوانه‌ای و مخروطی شکل که جنس آنها آلومینیوم نباشد استفاده میشه. برای اینکه عمل خوردگی بهتر صورت بگیره از روش‌های غیر سنتی کاربرد محلول خورنده برای کارهای مخصوص استفاده میشه که عبارتند از پاشیدن محلول خورنده به درون تیوب‌های گردان، پاشیدن محلول خورنده به خارج تیوب‌های گردان، جریان دادن محلول خورنده به درون تیوب‌ها و چرخاندن تیوب‌ها یا کره‌های شناور بر روی سطح محلول خورنده. اینها روش‌هاییه که برای بهبود عملکرد فرآیند ازش میتونیم استفاده بکنیم. مثالی که مشاهده میکنید یکی از کاربردهای پاشیدن محلول خورنده رو توضیح میده. در واقع یک کار عملی و اجرا شده است که برای براده برداری شیمیایی یک تیوب موشک به قطر 530 میلیمتر و طول 6 متر که برداشت فلز از سطح داخلی برای کاهش وزنه، اگه فرض کنیم که نیاز به این باشد که حدود 111 کیلوگرم از تیوب برداشته بشه، باید سطح داخلی دیواره از 8.4 میلیمتر به 5.5 میلیمتر کاهش پیدا کنه. فلزی که برای این تیوب به کار می رود بسیار سخته. برداشتن بار به روش براده برداری مکانیکی هزینه گزافی به دنبال خواهد داشت. اگر در ماشینکاری شیمیایی قطعه فوق از روش غرق کردن غوطه‌وری در محلول خورنده استفاده بشه،
یه سطح غیر یک نواخت به وجود میاد که دلیلش برداشت غیر یک نواخت فلزه. پس رسوندن قطعه به اندازه مورد نیاز مشکلات زیادی خواهد داشت. با توجه به آنچه که گفته شد، غرق کردن قطعات در محلول خورنده روش مناسبی نیست و از اسپری کردن محلول خورنده استفاده میشه. نحوه اسپری کردن هم مشاهده میکنید به صورت شماتیک. لوله یا مکانیزم یا مجموعه‌ای که اسپری میکنه محلول خورنده رو در طول قطع کار با یه فاصله مشخص از سطح قطع کار جابجایی خطی داره و محلول خورنده رو به صورت مناسب به تمام سطوح قطع کار میرسونه. بعد از اتمام عمل خوردگی برداشت ماسک خواهد بود که ماسک مقاوم به نور یا نوعای دیگه ماسک، کار که تمام شده، براده برداری به اتمام رسیده، باید برداشته بشه. میشه به صورت شیمیایی این مواد رو برداشت یا به صورت‌های دیگه. برداشت ماسک رو مشاهده میکنید. ماسک از روی قطع کار به صورت کامل برداشته شده. قطعه ماشین کاری شده بدون ماسک قابل مشاهده است. بعد از عملیات خوردگی ماسک باقی مانده توسط دست یا گاهی اوقات توسط بخار آب یا محلول‌های گرمازا بلند میشه یا با استفاده از محلول‌های شیمیایی. بعد از هر مرحله عملیات خوردگی میبایست قطعه با آب شسته بشه. سطح قطعات آلومینیومی توسط اسید نیتریک یا محلول دی اکسیدایزر شسته می شود. مواد و روش‌های دیگه‌ای هم وجود داره که با توجه به نوع کار و نیازهایی که قطعه داره میتونیم از روش‌های دیگه هم استفاده بکنیم برای برداشتن ماسک. مرحله آخر مرحله عملیات نهاییه که سطح تموم شده قطع کار پولیشکاری میشه و عملیات پرداخت و پلیسه‌گیری و غیره روش صورت میگیره یا لبه‌های تیز از بین برده میشه. پلیسه‌ای که فرایند ایجاد نمیکنه منتها لبه تیز ممکنه داشته باشه، محلی که ماسک قرار گرفته و قسمت‌هایی که خورده شده ممکنه یه لبه تیز داشته باشن که با استفاده از عملیات نهایی اونا. عملیات نهایی تولید عملیات دستی بر روی میز کار است. در این مرحله لبه‌های تیز قطعه توسط سنبلست یا سوهانکاری برداشته می شود. علاوه بر این اندازه‌های مورد احتیاج و خارج از توان این عملیات از قبیل اندازه شعاع‌ها و تولرانس‌های دقیق در این مرحله انجام می‌گیرد. پس کارهای در واقع ظرافتی باید روی قطع کار صورت بگیره. جایی که درست ماشین کاری نشده باید تصحیح بشه و ابعاد اندازه و تولرانس ها به مقداری که از قبل پیش‌بینی شده برسه. تو شکلی که خدمتتون ارائه شده مراحل تولید دیسک کد شده یک انکودر به روش ماشینکاری فتوشیمیایی رو ملاحظه میکنید.
انکودر وسیله اندازه‌گیریه که با سیستم‌های نوری کار میکنه. با عبور نور از شیارهایی که روی این صفحات ایجاد میشه، عمل اندازه‌گیری با دقت بالا صورت میگیره. از انکودرها معمولا تو ماشین کنترل عددی و جاهایی که اندازه حرکت باید دقیق اندازه‌گیری بشه استفاده میشه. از سمت چپ وسط شکل شروع میشه، آماده کردن زیر لایه است، بعد پوشش دهیه، بعد پوشش دهی فوتورزیسته، لایه مقاوم به نور، بعد نوردهیه، عملیات ظهور انجام میشه، بعد ماشینکاری شیمیایی و در نهایت جدا کردن پوشش فوتورزیست و استفاده از قطعه ماشینکاری شده. تو ماشینکاری شیمیایی میشه قطعات شیبدار هم تولید کرد که با کنترل دقیق سرعت پایین بردن قطعات به داخل محلول اشکاری که همون محلول خورنده شیمیایی و یا با کنترل دقیق سرعت خارج کردن اون از داخل محلول میتوان مخروط با شیبهای مختلف یا قطعات شیبدار تولید کرد. شکلاشو اینجا مشاهده میکنید. شکل سمت چپ ورود قطعه به داخل محلوله. شکل وسط خارج کردن قطعه کار با سرعت ثابت و مشخصه از داخل محلول که در نهایت میبینید قسمت توسی رنگ به صورت مخروطی در اومده. و شکل سمت راست هم خارج کردن قطعه تو چند مرحله است که قطعات به صورت پله‌دار تولید شده. پس قطعات با شکل‌های مختلف رو میشه با فرایند ماشینکاری شیمیایی ایجاد کرد. مرحله شیبدهی یک روند تنظیمی اندازه ضخامت می باشد که اغلب برای مخروط‌های پیوسته استفاده می شود. خب دانشجویان عزیز، 1 ساعت از وقت کلاس گذشت. ساعت 5 1 ربع استراحت داشته باشید تا در ادامه با متغیرها و پارامترهای فرایند ماشینکاری شیمیایی آشنا بشید.
بحث ماشینکاری شیمیایی مثل همه فرآیندهای تولیدی یه سری متغیر وجود داره که باید در مورد اونها بحث بشه و نتیجه که به دنبال خواهند داشت مد نظر قرار بگیره. قدم نهایی در شناخت فرایند ماشینکاری شیمیایی بررسی پارامترهاست. پارامترهای حاصل ماشینکاری نظیر سرعت عملیات، فاکتور خورندگی یا اچ فاکتور، خواص سطحی قطع کار، وضعیت انحنای گوش‌ها و کیفیت لبه‌های حفره ایجاد شده می باشد. باز تو این شکل‌ها قطع کارهایی که با فرآیند ماشینکاری شیمیایی تولید شده از نظر اندازه و تنوع قطعات خدمتتون ارائه شده. متغیرها و پارامترهای فرایند. عملکرد فرایند ماشینکاری شیمیایی یا CHM تحت تاثیر پارامترهای بسیاری از جمله نوع ماده و دمای ماده خورنده، نوع پوشش، روش به کار بردن پوشش و روش گردش ماده خورنده قرار داره. بنابراین میتوان گفت که متغیرهای فرایند فرستکاری شیمیایی شامل نوع محلول عمل کننده، غلیظت محلول عمل کننده، ترکیب شیمیایی محلول عمل کننده، دمای کاری محلول و نحوه گردش اون می باشد. این فرایند از پوشش و کاربردش هم تأثیر زیادی میپذیرد. این عوامل آثار مستقیمی روی قطع کار خواهند داشت که این آثار رو میتونیم بدین صورت بیان کنیم: نسبت حکاکی، اچ فاکتور یا فاکتور خورندگی تعریف بکنیم، نرخ حکاکی یا اچ ریت، بحث تولرانس ها و بحث پرداخت سطح. برداشت ماده در حین فرایند ماشینکاری شیمیایی هم رو به پایین و هم از پهلوی سطحی که در معرض محلول قرار گرفته صورت میگیرد. شکل‌های زیر نشون دهنده این موارد هستند. برداشت ماده در حالت اول رو عمق برش و دومی رو زیر برش یا گود افتادگی جانبی میگویند و نسبت حکاکی هم تعریف میشه که عبارت هست از نسبت میزان گشادی کناری آندرکات به عمق براده برداری و نرخ حکاکی هم نشون دهنده سرعت خورده شدن قطع کاره. وسعت زیربرش آندرکات به عوامل چون عمق برش، نوع و قدرت محلول خورنده و جنس قطع کار بستگی دارد. از نقطه نظر طراحی فرایند تعیین مقدار زیربرش بسیار مهم است. مقدار مجاز زیربرش آندرکات را میتوان با دقت کافی با استفاده از اطلاعات قبلی که از آزمایشات یا قطعات مشابه به دست اومده تخمین زد و ازش استفاده کرد. تخمین زدن مقدار مجاز برای یک مرحله برش بسیار مشکله و اغلب با پروسه های تست قطعات به دست میاد. این از روش سعی و خطا باید به نتیجه نهایی رسید. جدولی که مشاهده می‌فرمایید نوع ماده خورنده، نسبت حکاکی یا عمق حفره به تاقچه رو و نرخ حکاکی بر حسب اینچ بر دقیقه رو ارائه کرد. همونطور که ذکر شد تعیین مقدار زیربرش بسیار مهم است
و توسط عاملی به نام نسبت حکاکی یا فاکتور خورندگی تعیین می شود. فاکتور خورندگی مساوی است با زیربرش تقسیم بر عمق ماشینکاری شده. پس فاکتور خورندگی مساوی است با زیربرش تقسیم بر عمق ماشینکاری شده. عمق ماشینکاری شده نهایی و وسعت زیربرش را میتوان با کنترل کردن مدت زمان فرو بردن قطعه در محلول شیمیایی خورنده کنترل کرد. عواملی که روی زیربرش یا آندرکات تأثیر میگذارند عبارتند از کنترل مراحل ماسک‌گذاری و تمیزکاری، مقدار فلز حل نشده در محلول خورنده، نرخ خوردگی، جهت دانه ها و حرکت و موقعیت قطع کار در مدت عملیات ماشینکاری. قبلا گفتم خدمتتون، مجددا یادآوری میکنم جهت پیشگیری از ماشینکاری غیر یک نواخت باید از محبوس شدن حباب‌های گازی ایجاد شده در حین فرایند جلوگیری کرد و پس از اتمام خوردگی یا حکاکی نیز باید قطعات را به صورت مکانیکی اگر پوشش مقاوم ضخیم و با دوام باشد یا به صورت شیمیایی که مناسبتر برای پوشش مقاوم نازکتر و قطعات پیچیده تمیزکاری کرد. سطح نهایی هر مرحله از برش به دقت نقش‌اندازی و کنترل مقدار آندرکات بستگی دارد. موقعیت یک اثر گذاشته شده بر روی ماسک وابسته به ابزار یا میزان دقت حرکت ابزار بر روی ماسک می باشد که هرچقدر ابزار دقیق تر باشه دقت اثری که رو ماسک باقی میمونه دقیق تر خواهد بود و همین دلیل از ابزارهای لیزری استفاده میکنن با سیستم های کنترل عددی که دقت بالاتری رو ارائه خواهد کرد. عوامل مؤثر و تاثیرگذار در نتیجه فرایند ماشینکاری شیمیایی که شامل تولرانس ابعادی و پرداخت سطحی به عنوان نتیجه فرایند خواهد بود و عوامل مؤثر عبارتند از شرایط محلول خورنده، نوع محلول خورنده، جنس قطع کار، زمان حکاکی، دمای محلول خورنده، نوع و کیفیت پوشش محافظ، کیفیت پرداخت سطحی قطع کار قبل از اجرای عملیات ماشینکاری و در نهایت میزان ناخالصی های قطع کار. عوامل شمرده شده رو قبلا توضیح دادم خدمتتون، بنابراین به عنوان نتیجه گیری میتونیم بگیم که اینها عواملی هستند که روی نتیجه فرایند تولرانس ابعادی و پرداخت سطحی خواهد بود تاثیرگذارند. نرخ براده برداری یا برداشت ماده یا کنده‌کاری شیمیایی در فرایند ماشینکاری شیمیایی بستگی به یک نواختی شیمیایی و متالورژیکی قطع کار و یک نواختی دمای محلول، نوع محلول خورنده و غلظت اون دارد. قطعات ریختگری که بزرگترین اندازه ذرات رو دارا هستند خشن‌ترین سطح رو به همراه پایین‌ترین نرخ ماشینکاری دارند و ورقه‌های فلزی نورد شده بالاترین نرخ ماشینکاری به همراه بهترین کیفیت سطح رو تو این فرایند ارائه می‌کنند. به طور کلی
نرخ کنده‌کاری شیمیایی بالا با زبری سطح پایین و در نتیجه تولرانس های ماشینکاری کم همراه خواهد بود. فاکتورهای ذکر شده با توجه به ساختار و جنس ماده قطع کار انتخاب میشن. با اینکه نرخ خوردگی ماده در زمان بسیار کمه تو این فرایند در حدود 25000 میلیمتر در دقیقه، اما براده برداری به طور همزمان در تمام مناطقی که در معرض محلول خورنده هستند رخ میده. پس از نظر زمان نیز این پروسه قابل رقابت با دیگر پروسه‌های غیر سنتی می باشد. عمق براده برداری در این پروسه با زمان قوطه‌وری قطع کار در محلول خورنده کنترل می شود. دو تا گراف یا نمودار برای نشون دادن زبری سطح و تولرانس ابعادی تو روش‌های مختلف تولید ارائه شده که با توجه به زبری سطح مورد نیاز و تولرانس‌های در نظر گرفته شده برای قطعه، با کمک این نمودارها میتونیم فرایند مناسب رو انتخاب بکنیم. یکی از فرایندهایی که توی این نمودار ذکر شده فرایند ماشینکاری فتوشیمیایی جزء فرایندهای شیمیایی قرار گرفته. نمودار سمت چپ زبری سطح رو بر حسب معیار آر و نشون میده، مقدارش بر حسب میکرونه. قسمت افقی نمودار و پایین نشون دهنده مقادیر زبری هستند و قسمت بالایی هم مقادیر زبری رو بر حسب میکرو اینچ نشون میده. نمودار سمت راست تولرانس ها رو نشون میده. پایین محور افقی پایین سیستم SI بر حسب میلیمتر ضرب در 10 به توان منهای 3 و بالا هم تولرانس بر حسب 1000 اینچ نشون داده شده که میتونیم فرایندها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. فرایند ماشینکاری فتوشیمیایی زبری سطحی که نتیجه میده بین 6 و 3 تا 1 و 6 دهم شروعشه و تا بین 1 و 6 تا 4 دهم هم در واقع بهترین زبریه که میتونه داشته باشه. قسمت های تیره تر برای مواقعی که فرایند به صورت عادی اجرا میشه و سمت چپ و راست قسمت تیره قسمت های با رنگ روشن‌تر برای مواقعی که شرایط خیلی عالی باشه یا شرایط از کنترل خارج شده باشه. نمودار سمت راستم که گفتم خدمتتون تولرانس هایی که میشه با این فرایند دسترسی پیدا کرد نشون داده شد. تولرانس های مجاز برای یک مرحله در محدوده مثبت منفی 400 تا مثبت منفی 800 میلیمتر می باشد. برای چند مرحله و عمق کمتر از 3.2 میلیمتر در محدوده مثبت منفی 800 تا مثبت منفی 1.5 میلیمتر و برای بالای 3.2 هم تقریبا به همین صورت هست. حالا عمقای کمتر تا نزدیک 3.2 نزدیکتر به 800 و بالای 3.2 نزدیکتر میشه به مثبت منفی 1.5.
در فرسکاری شیمیایی فلز در اثر عمل انحلال شیمیایی حل می شود. این حالت ماشینکاری در سطوح مستقل دانه ها و نیز در مرزهای دانه ها صورت می گیرد. بنابراین اندازه کوچک دانه ها و ساختار متالورژیکی یک نواخت آنها برای دستیابی به سطح پرداخت با ظاهر یک نواخت ضروریه. سطوح ماشینکاری شده با فرسکاری شیمیایی برای زبری خواب منظمی ندارند، مثل بقیه فرآیندها توی جهت نیست. بر اساس اندازه ذره برای عملیات حرارتی و تنش‌های القا شده قبلی هر ماده دارای پرداخت سطح پایه‌ای است که از فرسکاری شیمیایی در مدت زمان مشخصی حاصل می شود. در حالی که عیب‌های سطحی با فرسکاری شیمیایی از بین برده نخواهند شد، هر نوع ناهمواری سطحی اولیه، موجی بودن، شکاف‌ها یا خراش‌ها اندکی تغییر داده خواهند شد. دوباره در سطح ماشینکاری شده تولید می شوند. زبری سطح و در نتیجه تولرانس تولید شده از نرخ ماشینکاری تأثیر می‌پذیرند. به طور کلی کنده‌کاری شیمیایی با سرعت پایین پرداخت سطحی مشابه با نوع اصلی تولید خواهد کرد. برای سطوح در حال کنده‌کاری در حال ماشینکاری نسبت به جهت نوردکاری یا جهت دانه ها در قطع کار نیز برای سطوح فرسکاری شیمیایی خوب مهم می باشد. عمق تولرانس برش هنگام ماشینکاری عمق‌های بزرگتر با نرخ‌های ماشینکاری بالا افزایش می‌یابد. آلیاژهای تیتانیوم، منیزیم در مقایسه با آلیاژهای فولادی، نیکل یا تیتانیوم به صورت دقیق‌تر و بهتر ماشینکاری می‌شوند و میتونیم بهتر فرایند رو کنترل کنیم. نرخ کنده‌کاری همونجوری که گفتم خدمتتون 25000 میلیمتر بر دقیقه با تولرانس های مثبت منفی 10% پهنای برش و با توجه به جنس قطع کار و عمق برش قابل دستیابی می باشد. وقتی به تولرانس های دقیق نیاز باشه روش های مخصوص میتونن این تولرانس ها رو ایجاد کنن. از این روش ها همونجوری که آشنا هستید میتونیم به ماسک گذاری به وسیله عکاسی اشاره بکنیم که این نوع از ماشینکاری شیمیایی و فوتوکمیکال بلانکینگ میگن. در این ماشینکاری میشه به تولرانسی نزدیک به 13000 میلیمتر دست یافت. تولرانس واقعی در ورقه‌ها و فلزات نازک و همچنین برای مدل‌ها و تولیدات کم و زیاد متفاوت است و از آن تأثیر می‌پذیرد. زبری سطح از زبری اولیه قطع تأثیر می‌پذیره و بالا رفتن غلظت یون فلزی در محلول خورنده شیمیایی افزایش پیدا میکنه. برای عمق‌های ماشینکاری کم کوچکتر از 200 میکرون زبری با عمق برش به شدت افزایش پیدا میکنه، در حالی که در عمق‌های بالاتر تغییر اندکی در زبری قابل مشاهده خواهد بود. تولرانس‌های ابعادی و کیفیت پرداخت سطحی حاصل در فرایند ماشینکاری شیمیایی به شرایط تمیز بودن سطح، زمان حکاکی و خلوص ماده قطع کار بستگی دارد. کیفیت پرداخت سطح در محدوده 0.1 تا 0.8 میکرون خواهد بود و این کیفیت تا حد زیادی به کیفیت پرداخت سطح اولیه قطع کار بستگی داره. تحت شرایطی خاص زبری‌های در حدود 25000 تا 500 میکرون هم
امکان پذیر خواهد بود. نموداری هم که ملاحظه میکنید محور افقی جنس قطعه که ماشینکاری شده و محور عمودی کیفیت سطح یا زبری سطح بر حسب میکرون تو معیار آرا نشون میده. برای قطعاتی که ریختگری، آهنگری و به صورت ورق یا نورد شده هستند این مقایسه صورت گرفته. به عنوان مثال برای آلیاژ آلومینیوم اولین آلیاژ هر سه نمونه بررسی شده که کمترین زبری توی قطعه نورد شده، بعد تو قطعه آهنگری شده و سپس بیشترین زبری تو قطعه ریختگری شده مشاهده میشه. برای مولیبدوم فقط نورد شدهش موجوده. برای فولاد آهنگری و نوردش مقایسه شده که تقریبا نتایج مشابه همه. برای منیزیم هم به همین صورته، به صورت قطعه ریخته و قطعه آهنگری شده رو مقایسه کرده از نظر زبری که زبری ها یکسان دارن. برای آلیاژهای نیکل فقط نورد شدهش بررسی شده. برای آلیاژهای تیتانیوم و تنتالیوم تو تیتانیوم هر سه نمونه بوده، نمونه ریختگری، آهنگری و نورد شده که باز مشاهده میکنید تو قطعه ریختگری بالاترین زبری، تو قطعه آهنگری زبری متوسط و توی قطعات نورد شده مینیموم زبری رو داریم. توی جنس مشخص 3 تا فرایند تولید متفاوت زبری‌های متفاوتی توی فرایند ماشینکاری شیمیایی ایجاد میکنن و زبری نهایی تو فرایند ماشینکاری شیمیایی به شدت وابسته است به زبری اولیه قطع کار. اینکه قطع کار قبلا تحت چه فرایندی شکل گرفته یا تولید شده تاثیرگذاره روی زبری موقع ماشینکاری شیمیایی. و تالیوم هم فقط به صورت نورد شده موجود هست. فرسکاری شیمیایی میتواند خواص مکانیکی قطعات ماشینکاری شده را هنگامی که لایه‌های سطحی خواص مکانیکی متفاوتی از فلز پایه دارند تحت تاثیر قرار بده. برداشت چنین لایه‌هایی منجر به تغییر در خواص مکانیکی متوسط قطعات تمام شده می شود. یه مقدار کم افت در خواص خستگی آلومینیوم بعد از فرسکاری شیمیایی گزارش شده توی منابع تحقیقاتی، اما با فرایند شاتپینینگ یا ساچمه زنی میتونیم اونو به حالت اول برگردونیم. یک نواختی برداشت ماده تو فرایند ماشینکاری شیمیایی و همگنی شیمیایی و متالورژیکی قطع کار و یک دست بودن دما و غلظت محلول خورنده و مقدار ماده برداشته شده از سطح فلز وابسته است. برای خوردگی بهتر و سریعتر میبایست هنگام قرار گرفتن قطع کار در معرض محلول خورنده یا قطع کار تحرک داشته باشد یا محلول خورنده متلاطم شود. تلاطم و تکانهای شدید یا خیلی آهسته سطح ناهموار یا شیارهای ناخواسته را به همراه خواهند داشت. پس یه مقدار تلاطم لازمه، نه خیلی زیاد. سکون مناسب نیست. تلاطم شدید هم فرایند رو میبره به سمت ناپایداری. یه تلاطم ملایم و تکون قطع کار یا محلول خورنده کمک میکنه به اجرای هرچه بهتر فرایند ماشینکاری شیمیایی.
که بررسی داشته باشیم در مورد جنس قطعه در فرایند ماشینکاری شیمیایی. جدولی که خدمتون هست، موادی که قابلیت حکاکی شیمیایی خوبی دارن لیست شدن که شامل آلومینیوم، فولاد زنگ‌نزن، مس، منیزیم، تیتانیوم، فولاد ابزار و فولاد کربنیه که قابلیت فرسکاری یا پولک بری شیمیایی یا پولک زنی شیمیاییشون در واقع به صورت ضعیف، متوسط، خوب و عالی بررسی شده. جایی که هاشورها به صورت عمودی هستن محدوده معموله و جایی که هاشورها به صورت مورب زده شده به صورت محدوده ممکن، یعنی امکان رسیدن به اونا هست، تحت شرایط بسیار کنترل شده یا تحت شرایطی که از کنترل خارج شده. به عنوان مثال آلومینیوم قابلیت فرسکاری و پولک بری شیمیاییش خوبه، میتونه عالی باشه، میتونه رو به متوسط هم بیاد ولی خوبه. فولاد زنگ‌نزن به همین صورت، مس خوب تا عالیه، منیزیم خوب تا عالیه، تیتانیوم خوب رو به پایینه، فولاد ابزار خوبه و فولادهای کربنی هم خوبه رو به عالی. پس قابلیت فرسکاری و پولک بریشون یا به طور کلی ماشینکاری شیمیاییشون با استفاده از این جدول قابل دسترس هست. البته اغلب مواد رو میتوانیم به روش خوردگی شیمیایی فرسکاری یا پولک بری بکنیم. با توجه به انواع مختلف مواد خورنده در دسترس میتوان بسیاری از مواد را با سرعت قابل قبولی حکاکی شیمیایی کرد. نوع ماده خورنده باید با توجه به جنس قطع کار انتخاب بشه. قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم. ماده شیمیایی اون که به عنوان پوشش استفاده میشن با توجه به جنس قطع کاره. بعد با توجه به نوع پوشش روی ماده خورنده باید تصمیم گیری بشه. در واقع جنس قطع کار روی تصمیم انتخاب ماده خورنده تأثیر گذاره. اثرات حکاکی شیمیایی بر خواص ماده، فرایند فرسکاری و پولک زنی شیمیایی اثرات اندکی بر خواص مکانیکی قطع کار دارند. در این عملیات معمولا تنش پسماند سطحی کم میشه، استحکام خستگی ماده هم کاهش پیدا میکنه. جدولی که خدمتون هست خواص ماده و اثرات فرایند ماشینکاری شیمیایی بر خواص ماده رو نشون میده. خواص ماده، خواص مکانیکی، اثراتی که فرایند ماشینکاری شیمیایی دارن، تنش پسماند سطحی ممکنه کاهش پیدا کنه و استحکام خستگی هم ممکنه کاهش بیابه. خواص فیزیکی اثراتی که داره، اثرات اندکی رو خواص فیزیکی داره و رو خواص شیمیایی هم میتونه احتمال ایجاد شکنندگی هیدروژنی تو قطع کار رو باعث بشه. تو بعضی از آلیاژ ها ممکنه شکنندگی هیدروژنی به وجود بیاد و علتش هم جذب هیدروژن به مرز دونه ها خواهد بود. برای رفع این عیب و آزاد شدن هیدروژن باید قطع کار تحت عملیات پخت مجدد قرار بگیره یا به اصطلاح بازپخت بشه. تو بحث مربوط به ماشینکاری شیمیایی اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، عوامل هزینه رو هم در نظر بگیریم. عوامل مؤثر در هزینه عملیات عبارتند از زمان عملیات آماده سازی اولیه، زمان پوششکاری و پاک کردن پوشش، زمان حکاکی،
هزینه انجام آزمایشات و اصلاح محلول‌های شیمیایی به منظور رسیدن به مقادیر واقعی که عملیات قابل اجرا باشه. یه تعداد تست و آزمایش باید انجام بشه، هم از نظر زمانی، هم از نوع محلول، هم از نظر غلظت محلول و موارد دیگه‌ای که تو فرایند تأثیر گذارن. هزینه تأمین محلول‌های شیمیایی و دیگر موارد، هزینه مستقیم نیروی انسانی، هزینه‌های بالاسری و هزینه استهلاک ماشین و تجهیزات. اینا عوامل هزینه هستند که تو فرایند ماشینکاری شیمیایی دخالت میکنند. برای محاسبه زمان، متغیر اصلی تو محاسبه زمان مقدار ماده‌ای که باید در عملیات حکاکی برداشته بشه که توی شکل نشون داده شده. مقدار فلزی که باید برداشته بشه به عمق دی کوچیک. قسمت‌هایی که نباید برداشته بشه پوشش داده شده. وی نرخ حکاکی اینچ بر دقیقه و دی عمق حکاکی بر حسب اینچ. زمان حکاکی میشه دی تقسیم بر وی. عمق حکاکی تقسیم بر نرخ حکاکی میشه زمان حکاکی یا زمان اصلی اجرای فرایند به اضافه زمانهای جانبی که باید صرف آماده سازی قبل و بعد از اجرای فرایند بشه. با تشکر از توجه شما به فرایند ماشینکاری شیمیایی. خب مبحث ماشینکاری شیمیایی اینجا به اتمام رسید. یک رو از وقت کلاسمون حدوداً باقی مونده. منتها اگه من مبحث جدید رو بخوام شروع کنم خیلی کوتاه میتونیم راجبش صحبت بکنیم. بنابراین جلسه امروز رو تموم کنیم. انشالله هفته آینده جلسه آخر کلاس ها هست. همونجور که اول کلاس گفتم در مورد امتحان یادآوری بکنید، من یه توضیح بدم خدمتتون و مبحث آخرم انشالله با هم دیگه پیگیری خواهیم کرد. اگه سوالی هست بفرمایید، اگر سوال ندارید من شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون، خسته هم نباشید.